اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارح. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه. واقعه سخت کوبنده. آن واقعه سخت کوبنده چیست؟ و چه چیز تو را آگاه ساخت که آن واقعه سخت کوبنده چیست؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. روزی است که در آن مردم چون پروانه ها پراگنده می باشند و کوها چون پشم رنگین ندافی شده می باشند. فاما من ثقلت موازینه فهو في عیشة راضیه. پس کسی که وزنهای اعمال نیکوی او سنگین شد در زندگی خوشنودانه به سر میبرد. و اما من خفت موازینه فامه هاویه. اما کسی که وزنهای اعمال نیکوی او سبک شد پس پناهگاه او هاویه یعنی دوزخ است. وما ادراك ما هي نار حامیه. و چه چیز تو را آگاه ساخت که این هاویه چیست؟ آتشی است نهایت سوزاننده. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.